مقامات شهر مسکو روسیه مرگ یک دانشجو دختر تاجیک را تحقیق دارند که جسدش از زیر چرخ قطار پیدا شده بود. شاهدان گفتند که صبح روز 9 دکامبر ریما کریمووای 21 ساله دانشجوی سال چهارم دانشگاه اکتشاف گیولوژی مسکو خود را به زیر چرخ قطار پرتافته است. نزدیکانش میگویند چند ماه اخیر به نام او در اینستاگرام صحیفه پیدا شد که در آن فرد ناشناس عکس‌های او را دستکاری و نشر میکرد. در این صحیفه ریما را چون دختر بد اخلاق معرفی میکردند. جسد او را مقامات هنوز به نزدیکانش نسپردند. عزیزه خاله ریما روز 14 دکامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت خواهرزاده‌اش با بهای اعلی تحصیل میکرد و این سال باید دانشگاه را با دیپلم سرخ ختم مینمود. او گفت جوان او را خواستگار بود و پس از جواب رد گرفتن به بدنام کردنش در اینستاگرام آغاز کرد. عکس‌های او را در تنهایی اوریون چسبانده در اینستاگرام چاپ میکرد. هر روز مینوشت که فردا عکس‌های دیگر را انتظار باشید. دختر بیچاره در حالت ترس بود. آخران بار او نوشت که ویدیوی را انتظار باشید. دیگر به فکرم جان بیچاره‌ام طاقت این شانتاژها را کردن نتوانست. گفت او. نزدیکان ریما میگویند آن جوان را میدونند و نام و نسب او را نیز به مقامات روسیه دادند. در عکس‌هایی که در اینستاگرام نشر شدند دیده می شود که آنها طریق برنامه‌های اینترنتی دستکاری شدند. در یک نامه‌ای که به گفته نزدیکان آن را ریما شب پیش از حادثه نوشته است، او از کسی نام نبرده است ولی از نزدیکانش عذر پرسیده است که به خاطر او اذیت میکشند. او گفته است از این حالتی که دارد بهتر است مرده رود چون خودش را خیلی بد می‌بیند. در نامه از پدرش عذر پرسیده است. در این نامه به خواهرش تشکر گفته است که در همه حالت در کنارش بود و او را درک میکرد. از نامه دیده می شود که ظاهرا پس از نشر عکس‌های دستکاری شده نزدیکان به او شبهه کردند. مادر تو چند بار پرسیدی که تو دختر هستی یا نه؟ قسم به خدا که دخترم آرام شوید نوشته است او. از نامه دیده می شود که او از نشر عکس‌های بدنام کننده در اینستاگرام سخت خسته شده است و از طرف دیگر نزدیکان نیز به او شبهه کردند. پیوندانش میگویند برای به جوابگری کشیدن نفری که در اینستاگرام صحیفه گشوده او را بدنام میکرد تلاش میکنند. نرگس مولاجانووا ادوکات تاجیک که به این خانواده مشورت حقوقی میدهد میگوید پیوندانش دلیل‌های زیاد دارند که آن را به مقامات پیشنهاد خواهند کرد. او گفت در صورت تحقیق درست حادثه امکان است که نسبت به نفر گمانبر با عیب بارو ساختکاری شانتاژ نمودن و به خودکشی رساندن پرونده جنایی باز شود. بدنام‌کنی یا شانتاژ دختران طریق شبکه‌های اجتماعی معمول شده است. نرگس مولاجانووا میگوید در چنین حالت باید دختران بدون اندیشه به مقامات مراجعت کنند و از همه مهم والدان و نزدیکان باید آنها را روحاً دستگیری کنند.